سلام و وقتتان بخیر. خدا کنه همگیتان جور و سلامت باشین. به چینل سیار متین بسیار زیاد خوش آمدین. دوستا شاید شما میال فکر کنین که ما در داخل از آشپزخانه چی میکنم. این آشپزخانه خانه من نیست. این آشپزخانه یکی از بزرگترین، یکی از جدیدترین رستوران ها در تورنتو است که آدرسش بعداً براتون خود نفر میگم. نفرم کسی است که شما خوب زایی میشناسینش. ایران براتون میگم و یک چیز دیگه براتون میگم دوستا، تمامتون در کامنت ها تبریکی برشون بتین به خاطر که امروز گرند اوپنینگ میگن. اما تو یک چیز است نه گرند اوپنینگ از بله ها دیگه. زیاد شما رو منتظر نمیمونم. اینا رو میخوایم، اینا رو میشه. اینا در بین رستوران ها اینا سلبریتی سن یا که بیاین کلتون شما میشناسینش. بیاین بفرمایین خیلی یک دقیقه قصه کنیم. سلام سمیر جان. السلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب بخیر؟ صحتمند. شما خوب هستین؟ بخیر صحتتون؟ خوش باشین، سلامت باشین. تشکر. کامراد خدمتتون از دوستا کلی شما رو میشناسه. بله تشکر. یک سلام بسیار زیاد از صمیم قلب بر تمام هموطنان ما و به خصوص مشتریای ما که سابق در اونجا بودن، در این منطقه هستن. سلامت باشین دوستا. اینا رو شناختین. کسی است که یک دکان داشتن به نام پیتزا اکسپرس پیتزا که در پالوی خانه ما بودن. من از دستی که از اینا پیتزا گرفتم بالاخره فرار کردن. بالاخره آمدن یک کمک از ما یک کمک دورتر آمدن. اما ما فکر میکردم که والا دور اما اینجا که آمدیم دیدم که هم کلان ساختن اینجا هم بسیار مقبول. اینا رو دوستا من براتون میگم که من کجا هستم. من امروز در مزار هستم دوستا. مزار پیتزا کباب هاوس. یعنی هم اینجا مزار است، هم پیتزا است، هم کباب است، هم هاوس است. یعنی می خانه تان از خانه افغانا این اینجاست. خصوصا کسایی که مزار از زیاد دوست دارن، مزار شریف کلگی دوست داره دیگه، میتونین که بیاین اینجا. امو غذای هم به دلتان فرمایش بدین. اینجا چی غذاها سیره نگفتین؟ اینجا سیار جان ما خب پیتزا داریم. پیتزا در قدم اول است. دیگه ما قابلی داریم. قابلی ازبکی به حسابی مزاری بله. دیگه انواع و اقسام کباب داریم. کباب چیز داریم، بیف داریم، کباب لم داریم که این از گوسفند شوه، کباب مرغ است که چکن باشه. دیگه شامی کباب است. دیگه کباب یکی دو رقم دیگه هم کباب است. چبلی کباب داریم که دوجه داشتیم. چبلی کباب داریم. دیگه مایی داریم. مایی دو رقم مایی داریم. اما رقم ماییایی که دوجه داشتیم دیگه خوبتر و بهتر کوشش میکنیم چیز شوه. نه اوجا خود یه گپ واضح بود. یگانه چیزی که جالب است در جایی که شما برید اما پاک صفا می باشه. با خدا ما بسیار زیاد کوشش میکنم سمیر جان که امی اصلا خودم هیچ قرار نمیگیره. آیرا بفهمم. ما هم عادت دارم که یک جای یک ذره کثیف باشه، یک چیز باشه هیچ خوشم نمه. فکر میکنم کل جان ما چیز است. من یک به دوستا یک چیز میگم دوستا، ما میفهم که یکی تان حوصله ندارین، کلتان کار میرین، هیچ کدامتان بیکار نیستین، کلتان در وظیفه هستین، کلتان وقت ندارین. این منجه غذای دستپخت پدر و مادر است خلاص. اما تو ایجا از آشپزای چرک نیست که فکر کنین که مقصد یک فامیده که من غذا پخته میکنم. اینجا یک پدر و یک مادر غذا پخته میکنن دیگه. قسمی که اینا رو میشن خانم شاهنامه است اینجا در پسر هستن. بیاین خیلی شما بیاین که دوستا باز نگوین که اینا چرا نامدن. اینا هم هستن قبلا در برنامه همراه ما بودن. بسیار زیاد خوش آمدین مادر جان. تبریک باشه. زنده باشین، سلامت باشین. اینا خودتون شناختین دیگه که کسایی هستن که قبلا در برنامه قبلی بودن و چیزایی که جور کرده بودن از او که عالی ترش هم اینجاست. خب فعلا چی جور میکنیم؟ فعلا سمیر جان ما دیگه کباب داریم، میمان داریم امشب. میمان تقریبا است که بله آکل ما گران اوپنینگ است. یک دفعه ما چاش داشتیم یعنی 12 بجایی گران اوپنینگ داشتیم. امی کسایی که دافزا کار میکردن اینجا دور پیش ما بودن، کاستمرای دائمی بودن، تشریف آوردن، کلشان زحمت کشیدن. روز کاریشان هم بود بیچاره، بازم روز کاری خودم ماندن آمدن. بیشک دیگه اینا بعضی دیگه فامیلایی که به حسابی از طرف شو اونا بیکار هستن دیگه. از سیار جان اینمی پیزا رو جور کردیم. کباب از دیگه رقم کبابش در داخل است ماندیم کجا سرد باشه. خود داخل یخچال است. یخچال کلان هم دارن ولی کدامش خودت جور کردی کدامش خانمت جور کرده؟ این سیار جان کبابا رو که از کلش خانم مخته میکنه. این دایی مهارت زیاد داره. بله دایی زیاد داره. دستپخت پدر کدامش است؟ پیزا دیگه هر کس پیزا خور است. 1000 دفعه پیزاش خراب بود دیگه پیزا برش میتون. نگفتی که پیسه خدا پس بگیره. نه پیسه‌اش هم برش میتون. قابلی ازبکی هم خودش پخته میکنه.
اینجا دیگه یک فضای افغانی است. فکر کنم که اما که مزار گفتن چون افغان ناما چون اصل نام خدا افغان ها زیاد هستن، اما به خاطر ازی که دوستا امی یک نام مزار میگن بسیار میمان نواز است، میمان خانه افغانستان است و او خاطر اینجا میمان خانه است. بیاین دوستا و اسپیشالایشان براتون پسان میگم. تایمش در پشت سر تایمای اوپن و کلوزش براتون گرفتم، دیدین تصاویرش گرفتم میال براتون و در پولی از او داشم دیدین دیگه چیزایش که حالا پخته میکن در جریان کار گرفته میریم و همون تو قسام کده میریم دیگه. ما سیارجان دیگه در اینجا آشک و منتو هم داریم. آشک و منتو را اونجا کستمرهای ما بسیار زیاد خوش داشتن. بولانی است که ما مشتری در اونجا هم زیاد داشتیم. باز دیگه چیز میکنیم به خیری جور میکنیم. سمبوسه 3 رقم سمبوسه ویجیتیبل از بیف از چکن است. سمبوسه دیگه کسایی که سمبوسه خوش داره که بودم چتنی چکه کنی بخوری او سنک است دیگه. هم سنک است هم غذا است در دو صورت. در هر قسم هر کس که خوش داره دیگه. کباب خوب میفهمید کباب قوارش رو خودش میال و قالمقال داره. یک کباب دیگه پیشتر تصاویرش براتون گفتم کباب نه شامی کباب. بله شامی کباب. شامی. بله دیگه ببینیم چی پخته میکنه. سوپ مال دوستا میبینیم میریم سر دیگ. اونجا یک دو دونه دیگ هم ماندگی است که یک دیگای به خدا بریم که نسوزه. خیمون طرفم بریم آیستا بریم اجازه است. بله. اینا دوستا قسمی که میبینین براتون گفتم این طرف سوپا آماده است. سوپا رو جدا براتون نشان میدم. اینجا سوپ اینا کاسش امیر برام بتین یک دفعه من پیش این دوستا یک دفعه ببرم که دل دوستا اینا دوستا سعی کنین. اینیام سوپ ای که سوپ چی است حالا براتون میگه. این سوپ چی است؟ این سوپ چی است؟ سوپ نسک است دیگه. دال نسک. سوپ نسک که میفهمین که دوستا در بعضی کشورها جوش میتن کسایی که از ورزش میبراین میخورن. اینا رو بچه‌ها کسایی که در این نزدیکی ها هستن ورزش از ورزش دور هم هستین. ورزش هم که میکنین موتورک تا چالان کنین بیاین یک ذره سوپ بگیرین بزنین که کیف کنین. این سوپ همیشه میباشه دیگه. بله همیشه است. خب بسیار خوب. این سوپ همیشه میباشه. اینم اینجا یک جوان دوگام یک همینجا یک چیز پخته کرده رئیس. ما فعلا اینجا کباب مرغ داریم. کباب مرغ در ترکیب مینوی غذایی ما هم کباب تکست و هم کباب شامی است. دیگه کباب ونگز هم است و همزمان چوپان کباب هم است. چوپان انواع و اقسام کباب هم غذاهای محلی غذاهای هوسانه در رستوران مزار کباب هاوس. مزار کباب هاوس پیدا میشن. قبلا هم پخته کرده بودی کباب؟ عادت شده برای ما. بله. خوشبویش دوستا امی کل جای گرفته. فعلا آمادگی کباباز بخیر که کبابا کشیده میشه. بله. خب بسیار خوب. این نان از کجا که نان خشک از کجا گرفتین؟ نان همینجا خود ما پخته میکنیم. نه دوستا دیدین که نیا پیاده ما رفته بود. چی میگن کباب نان داغ مزه‌دار میگن. یک چیز میگفتن مثلا نان گرم و نان داغ و کباب داغ نه؟ بله. صحیح. کبابام دوستا قسمی که میبینین کلش از این من نچشیدیم. ما اگر چه این از این کنجکش میخوایم بگیرم ما از گوشت سرخ پرهیز هستم اما امروز پرهیز بکنم. یک چک میخورم به خاطر از اینکه واقعا طعمش رو براتون بگم. بیشتر به خاطر گفتا که نخوردی دروغ نگوییم. ما یاش میگم جوسی است یک ذره. یه مزه‌دار است والا. این کوبیده رو خودتون شما تیار کردین؟ بله. بسیار مزه‌دار است. بعض دوستان یگان تا گله میکنن در یگان یک میرتن میگه گوشت کانادا خوبش نیست اما اینجا جای داره دیگه. هر کس جایش پیدا کرد. نوش جانش گوشت هم است، مثلا چربی را کسی خوش داشته باشه چربی هم است، مرغ هم است، ماهی هم است، اما جایش باید پیدا کنیم. این مینا به خیالم جایش پیدا کردن. هر کی درست میشن از خود از میاد پرسان کنین من هم میفهمم به خاطر که مزه‌دار اومده. اما طعم کباب افغانی دینه میز دیگه. سعی کنین میسی خواهش معلوم میشه. میفهمین یک چیزی که راستی جالب است. دستر از یک هنوز مساله نزده که مزه‌دار است. نه مساله خوردم ایره. بله. هنوز مساله نزدن. مسالهش اینا رو میپرتیم بعد از اینکه
تزیین کردیم با مساله رو میمانیم. خب چند نفر میمان آمده؟ چی گفتن میمان ها؟ چی فکر میکنی که میمان ها چی بگوین؟ میمان ها غذای ما رو سابق هم خوردن، خوش میکنن. مشتری های قبلی بله قبلی هستن دیگه، اونا خوش دارن که آمدن. خب بله خب خیلی مزاحمت نمیکنم، خودتان کارت کن. میریم در جان رئیس صاحب که رئیس صاحب چی میکنه؟ رئیس صاحب چی کرده رئیسی خودت دیگه چی جور میکنین؟ مگر امروز شدیداً میماندار هستی و خدا. بله امروز دیگه از صبح فتره طال فضل خدا. خب خیلی وقت ما کیس استاد شدم به خاطر که در کامران بیایم. بله یعنی یک پیزا زیاد رفته بود برای مشتکا. خب برای مشتکا؟ برای مشتکا تنها چیز پیزا باید. تنها چیز پیزا بخورن. اینا دوستا برای طفلایتون خوب شد گفت روزای پیزا دیتون که بود میتونین که شما چی کنین؟ چیز پیزا فرمایش بتین. اما تو راسته پیزا دی میباشه اینجا. دیگه مقصد چیزایی که من اینجا دیدم پیشتر نشان تان دادم، موادش هم پاک منظم. اینا مواد که کچاپ میگن، چی میگن؟ پیزا ساس میگن. پیزا ساس میگن. پیزا ساسش است. کچاپ دیگه چیه؟ کچاپ بازو داخل کاتش خورده. چیز است. موزارلا چیز است. موزارلا چیز است بله. قسمی که پیشتر در لوا دیدین کل چیز حلال است دوستا دیگه اینجا. بله دلتان بخ جمع باشه. کل چیز ما 100% حلال است. و اکثر کاستمرها ما رو میشناسه دیگه، تقریبا 15 سال در اونجا بودیم. دقیقاً. و یک چیز دیگه دوستا متوجه باشین، یعنی قزامت که اینا میکشن باور کنین مواد حلال در اینجا بسیار قیمت است. اینا خودتون رفتین در دکانا دیدین دیگه، نه همون تو نیست؟ بله مواد حلال از دیگه چیزا که از حرام کده از دیگه کده قیمت است. اینا به او خاطر نسبت به قیمتایشون میارزه، یعنی همین چیزی که گفتن. برین میشه که بندازین دیگه موچی رو واس کنین. اون داخل داشت دوستا، پیتزام رفت داخل داشت. اینا در چند دقیقه پخته میشه؟ در 7 دقیقه پخته. در 7 دقیقه پخته میشه. خب بسیار خوب. امروز اینا میماددار هستن دیگه، کمک دوش دارن. اینا رو آمدم در جان خودت. کباب آماده است دیگه، نمی کباب نه؟ این کباب آماده است؟ بله. بیخی آماده خوردن است. دوستا کباب قسمی که نمیبینین باش من یک ذره براتون پیشم بیارم سعی کنین. سعی چهره کباب داره ایو بیادری خو. نوش جان دوستا. نوش جان دوستا فکرتان باشه که امروز گرند اوپنینگ است. ببخشید طعم واقعی غذاهای سمت شمال همراه ما تجربه کنن. دقیقاً میگه طعم اصلی غذاهای سمت شمال امرای ما تجربه کنین. اینجا من که بیشتر براتون گفتم که مزار است. اینجا دیگه مزار که میدراین میمانخانه گفته بود میمانخانه. من حالا چی رقم یک دانه زیر تو بکشم دست که چی نشه بچشم تو داغ زیاد به خیالم یک دانه یخ به ما بتین مرا جزا نتین. من یک دانه اجازه که دستم بکشم. من یک دانه بکشم فقط یک خورترک شه که این کنجک شما بچشم فقط که چطور میشه. اگه مزه‌دار نباشه نگوی خوبیش. خیلی باش مسایی بخورم ولی همین هم میشه. یگان تا دادان خود منداخته شده اون بسیار ولی مزه‌دار خراب بود بگو خراب است. این حالا من دیگه نشد صحیح میخورم این حالا. بله صحیح تست و خوبیش باشه بگو خوبیش است، خراب بود بگو خراب است. والا اگر راست شپرسان که نه نمکش بیخی نمکش هم فکر کل چیز یک چیز خوب است که نرم است. ای مرغ جوسی سا ما کباب مرغ خوردیم تو خشک می باشه. مرا کباب مرغ خوشم نمیاد خاطر نم خشکیش، اما بسیار مزه‌دار است. نه خوش دارم کباب مرغ. نه کباب مرغ یک چیز خوب اگه تو باشه کلگی خوش داره دیگه. اون بیاین خیلی طرف بیاین که میجا ما همیشه که در خانه پخته میکنیم کباب اگه بیف می باشه لم می باشه خانم چیز است این از نومان جانم مازو نمیخورم میگم دم دو سیخ زمین نگاه کنیم بسیار خوشم نرم است تو نه اما واقعا چهرهش است. میفهمید دوستا جایتان خالی یک خوشبویی خاص داره نه ای؟ نوشه جان مگم ایره برتان دلتان جمع باشه. ایره نمیگه که چه قسم جور میکنه کل تا در خانه جور کنه چه نبیاری نه کله همتانای ما کلشان میفهمن که چه قسم کباب جور کنه. کلگی لایق هستم نه کلگی میفهمن مطمئن هستم. ما اینجا تیار میکنیم شما زحمت نکشین بیاین اینجا نوش جان کنین. هیچ زحمت وظیفه میباشین کار میباشین یک دفعه در خانه مین اعصاب شویتان خراب است
بیابتان میکنه. چی پخته کردی؟ من نگفته بودم من نمیخورم شوروا، برای من کباب بیار. سلش یک خندگه کو. 5 دقیقه صبر کو. بیا که بریم. بیا اگه حوصله نداری بگو بیشی. کلی موتر بگی چالان که دلش سیاه که بیاد دو سه خوراک بخور. غراب در روی دسترخوان پر تو اینه. کلی موتر چالان نکنه که تلفن بگیره زنگ بزنه. خب پشت خانهش میره. نه گپ اساسی. خب چی کنن بگوین امی کارو مثلا یک خانم چه قسم زنگ بزنن؟ نمره تلفن بگیرن زنگ بزنن. نمره تلفن ما در وبسایت است، من تا حالا من از یاد ندارم. زنگ بزنن در پشت خانهش برش میبرن. خب دلیوری هم دارین؟ بله. چند کیلومتر دلیوری دارین شما؟ 4 تا 5 کیلومتر از امی آدرس که هستن 4 تا 5 کیلومتر دوستا اینا چی دارن؟ دلیوری دارن، یعنی میرسانه براتان. زنگ بزنین خلاص. کباب کت سیخش ببر پیش رویش بان که سن سیخش سعی کنه دیگه چونگ زدن اتانا سرت. ما اتر یک ضرب المثل داریم، میگه یک جای برو که پیسه تام پس گرفته بوری. آفرین. متوجه شدی؟ حداقل یک نان میخوری یک جای همون خوشت خوبیه. پاک باشه، خوشت بیایه. پیسه تا گرفته بیری. پیسه تو پس گرفته میری دیگه، یعنی به جای نمیره. هم کیف کنی هم غذای تا بخوری. اینا را از شما خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم که بیاین اتونه که مثلا مزه تا نه تصفورت کنین. مزه تا نه واضح بگوینش، چیزی که به دردتان میخورد، یعنی اگر شما میخواین که یک چیز پاک، یک گفتم غذای دست پدر و مادر از دیگه که زیاد دیگه چیز گفتن نمیشه. کاستمر سرویس خوب باشه، کاستمر سرویس خوب باشه، جای پاک باشه. بله. این بسیار زیاد رول داره. اینه که یک جای بری که بعد روی بسیار خراب باشه، نان خراب باشه، والا وطندار ما چی کنیم؟ خب هم نانت هم دادی، پیسه هم دادی، نانم خوشت نمه. و مودت هم خراب کنه. بله. نه ان شاء الله کی جو تونس بخی دلتان جمع باشه، غذایش پاک، کل چیز پاک. قسم که براتون گفتم آدرس باز براتون میگن 1550 کینگستون پیکرینگس یونت 24 مزار پیزا کباب هاوس. دیگه ما در این منطقه در خدمتتان هستیم. اینا دوستا وقتی که نام مزار میشنوین دلتان کش میکنه. مقصدی جدید جور شده، تو نگین که ما والا یک جایی رفته بودیم به خیال ممو بود که خدا اعلان نکنیم پیش یک دو نفر دیگه. اینجا نو جور شده. اگه میخواین بیاین تست کنین، با بیاین یک دفعه ببینین مزه کل چیزایی که خوش دارین ببینین. اگه مزه تون داد باز همیشه بیاین، اگه نداد برش بگین که مزه نداد. من تو فکر نمیکنم که گپ مزه نداد بگوین، من مطمئن هستم به خاطر کلتان نام خدا و سانخور هستین، میشناسین که در داخل از اینجا داخل شوین همین بویش خوشتان میفهمین که واقعا چیز پخته کرده. یک چیز دیگه هم از یاد ما نرسید یارجان. ما کیترینگ هم میکنیم، منتها تعداد نفر زیاد نه، 200 نفر، 1.5 نفر یارانه، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، 60 نفر ما کیترینگ هم میکنیم. یعنی نان درجه اول مزه‌دار. اینا کیترینگ هم براتون میکنه که دوستا اگه اونم یگان سالگیری کا باشه مثلا، بله سالگیری باشه، میمانی باشه، شوخینه باشه، یگان پایوازی باشه، اینا دوستا فقط زنگ بزنین. شما زحمت نکشین، ما زحمت نکشیم. اینا شما زحمت نکشین، ما زحمت نکشیم. والا اگه نفهمین اگه حسابی هم کنی او زیاد مصرف میشه. درست باید تیاری بگیری، چقدر خانه رو پاک کنی، چقدر ظرف بوشی، چقدر چیز کنی. نان میاد تیار شاید یک کم تفاوت کنه. یک کم شاید تفاوت کنه، اما در پلوی از اما قدر باز راحتی هم داره. همچنین نانت میه پس میره خلاص. یا پناه به خدا ما آیسا دوستا میریم طرف میمانا ببینیم که میمانا در چی فضا هستن، اول هستن گپ میزنن یا نمیزنن، که مزه را پرسان کنیم چی رقم از کال میمانا. کل غذا را خورده اما تو لش میکرده خدا نکشه. پیسه نداده. امروز شما تا گپ کنیم کلی برای امروز لطف کردن اینا میمانی اینجا دیگه گراند اوپنینگ است، میمانی پول نیست، فقط دوستا آمدن اینا اینجا کیف میکنن، میخورن و مینوشن و نظر خودم میتن که چطور است، فقط به خاطر نظر گرفتن. میریم داخل، میریم دوستا شما هم رای ما بیاین.
دوستا دیگه نان خود کم کم خوردیم. باز انجینیر صاحب اومده بودم اینجا، گفتم باش که یک دقیقه بشینیم که تازیان قصه کنیم، پرسان کنیم، فیدبک بگیریم که چطور بود غذا. دیگه ما خود زیاد تعریف کردم. باز کلاگی میگه تو خود دیوال رئیس هستی. اینال گفتم باش که از دوستان پرسان کنیم چطور بود غذا. دوستا اول خب بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر سرجان. اولتر از همه سلام و احترامات خود خدمت شما و تمام دوستانی که در اینجا حضور دارن و دوستانی که ما را در آینده خواهد دیدن. سلام و احترام تقدیم میکنم و خدا کنه که همگی جور و صحتمند و شاداب باشن. بله، امروز ما در رستوران مزار پیزا کباب که به مدیریت محترم عبدالله جان امروز افتتاح شد در شهر پیکرینگ تورنتو آمدیم و نانای بسیار مزه‌دار، کابلی مزاری واقعا مزه‌دار، کباب بسیار مزه‌دار، کباب وطنی و پیزه مزه‌دار. البته باید بگویم که عبدالله جان از حال نه چندین سال است که در تورنتو رستوران داشته و همه چیزی که یا هر رقم غذایی را که تقدیم کردن واقعا که مردم بسیار زیاد توصیف میکنن، خوش هستن، نه تنها از کیفیت غذا بلکه از خود برخورد دوستانه و صمیمانه که یاد دارن. فضای بسیار خوب. دیگه ما خواهد بردیم خدا کنه که دیگه دوستایی که در شهر تورنتو یا نواحی پیکرینگ زندگی میکنن بتونن بیاین و از نزدیک چیزی را که ما میگیم خودشان ببینن و ما خود فکر میکنم که امیر هم قابلی مزه‌دار دمو خود مزارم نخورده باشن. نه انشالله که آدرس گفتن برشان پیشتر چندین بار تکرار کنیم، بازم برشان میگیم که فقط در این مپتان نشته کنین که مزار پیتزا کباب هاوس. خلاص مستقیم دمیدان در روزه میاد پارکینگ هم فراوان در پسر عکسش پیشتر برشان نشان داد. و این خوبی شما میست بله که پارکینگشان بسیار کلان است و ما آدرس دقیق تر بگویم 1550 کینگستون رود. 1550 کینگستون رود. این آدرس پیکرینگ. اینا پیکرینگ ها. کینگستون رود پیکرینگ داره مقصد تو ایست و ایست داره کدام زیاد مزید داد خودت اینجا سایت پیتزا نان خوش خود افغانی نان خوش خود صد سرخان کل مسکولگی خوش داره بدون نان خوش زندگی نمیشه. قابلی کباب پیتزا کدامش زیاد مزید داد؟ والا کلش مزه‌دار بود، اما چیزی که مرا بسیار مزه داد ما چون سخت علاقه‌مند قابلی هستم بلاستی قابلی بسیار مزه‌دار بود. اینال یک تکنیک براتون میگم، اگر کدام شو نه ام که بیرو بر آمدی بیا یک خوراک قابلی اینجا بزن، خانه که رفتی بگم من رژیم دارم غذا نمیخورم، انگی ما را بگو غذا مزار اصلا شو غذا نخو و این دقیقه هرچی پختم که بگم پخته کنین شما برای خودتان بخورین. والا از این تکنیک کار میگیری. ما خود دیگه میایم اینجا دیگر گپ پیش خود ما باشه کس دیگه خبر نمیشه، فقط ما بسیار گپ درست و معقول است. بازم برای کل ما شما افغانا تبریک باشه. هر کاری که افغانای ما میکنن، هر کاری که امی کمیونیتی ما و شما میکنن، این باعث افتخار برای ما و شماست. واقعا من داخل فقط میخواستم که یک دعا کنم که خداوند اول خو عبدالله جان امراه تمام فامیلش صحت و سلامت داشته باشه و خداوند در بزنسشان، در کارشان، در زندگیشان برکت پرته. آمین. و امیدوار هستم که آرزوهای خدا به تمام آرزوهایی که دارین برسین و همیشه شادکام و موفق و سرفراز باشین. تشکر، سلامت باشین. از شما بسیار زیاد تشکر که وقت دادین، یک دقیقه صحبت کردیم. شما مزاحم غذا خوردن شما نمیشم، شما غذایتون بخورین، ما بریم از خانم‌ها یک دقیقه بشیم که وا چی میگن. تشکر سرجان. باید ایران بگویم که از دیدن خودتون بینایت خوش شدیم که شاید اینجا امی فرصت غنیمت شد که خودتون بعد از سالا زنده اینجا جور و صحتمند. لطف میکنین یک جان. تشکر از ما رفیق ماست، ما اونجا میامدیم اینجا پیشش میایم. خوب است که اینجا دیدیم. اینجا میفهمید از خاطر ما گریخت، ما هر روز اینجا میامدم.
وقتتان خوش. ما و شما میبینیم ان شاء الله. ما یک دفعه بریم میبینیم چی گپ میشه. این دوستا قسمت که براتون وعده کرده بودم، گفتم باش از خانمان پرسان کنیم چون امروز افتتاحیه بود. ببینیم که خانم‌ها چی نظر دارن، به خاطر که خانم‌ها کارشون غذا و پخته کردن و اینمی کوکینگ از به حساب خودشان. بسیار زیاد خوش آمدین. شما باش که ما تو میشینیم که پشت ما طرف مردم نشه. سلام خدا بر شما، بر تمام بیننده تقدیم میکنم. لطف میکنید. دیگه بسیار خوش شدم که خودت نزدیک دیدم. یک جان تشکر. شما افتخار بخشید. سلامت باشید. شما سلام. خوش شدم که شما را دیدم و سلام به بیننده های عزیز. خوش شدم اول که شما را میبینم. سلام خدمت شما تقدیم است و خدمت تمام بیننده های عزیز محترم و تمام دوستا و قاره. و ما امروز که اینجا آمدیم دکان عبدالله جان و فوزیه جان اینجا دکان افغانی را باز کردن که بسیار برنج قابلی بسیار مزه‌دار پخته کرده بودن. خوردیم. من خودم بسیار برنج قابلی مزاری را دوست دارم. دیگه دستشون درد نکنه. هر دوشون نام خدا زحمت کش. در دکان دیگه شون هم میرفتیم بسیار پیزه مزه‌دار پخته می‌کردن. دیگه اینجا ما آمدیم شکر که دکان خدا باز کردن. امروز روز اولشون است. آمدیم بسیار غذای مزه‌دار، کبابشون بسیار مزه‌دار بود. دیگه اینا دیزرت هم تیار کردن اونجا بخیر می‌ریم. چای سبز هم تیار است. ان شاء الله کو چای سبز هم باز می‌خوریم. بله دقیقاً. دیگه دوستا بیاین نزدیک بیاین و لذت ببرن. مگم یک کار کرد به فایده تان کرد عبدالله جان و فوزیه جان. اگه متوجه باشین میفهمین شما دیگه بی‌غم هستین. میفهمین چی که در خانه رفتین شوراک آمد دیگه پخته نکنین که مثلا درم صدای دیگ کجاست، صدا میکنه حسن که صدای دیگ کجاست، بگو دیگ میگ نیست عزیزم بشی تلفن وردا درم زنگ بزن 4 غوری برات قابلی و مزاری میرسه. بخیر. بخیر. بله. دیگه خلاص بسیار غذایشون خصوصا برنج قابلی. شما اینا زیاد تعریف کرد. شما چطور؟ شما رو مثلا مزه‌دار. بله. کبابشون به حد مزه‌دار. پیزهشون بولانی، آشک، همه چیز دارن. همه چیزشون بسیار بامزه. شما چی را از یک طرف راست شروع میکنیم. شما چی را خودتان مزه‌دار پخته میکنین در خانه؟ من خودم برنج قابلی را یه رقم خنده کردی به خیالم خوبش پخته نمیکنی. خود شما؟ من پاستا را بسیار خوب پخته میکنم. خب تخم اینا خوب پخته میکنن. پاستا تخم میگن به انگلیسی؟ نه خیلی مکرونی. خب مکرونی را اینا خوب پخته میکنن. مکرونی خودش پخته کردیش یک خوب جوش میتن دیگه اینا. یا مواد رقمش از رقم. خب مثلا چه رقمش؟ رقمش بگوین. مثلا پاستا سفید میگیم به افغانی الفریدو پاستا. الفریدو پاستا. الفرید ترسیدن نمیگن؟ نه الفریدو. خب صحیح. ایتالویی است نه؟ بله. پاستا یک پاستا را یاد داری شما؟ نه پاستا. من بولانی را هم بسیار زیاد خوش دارم. من بسیار خوبش پخته میکنم. بولانی داشیشون بسیار مزه‌دار است. بله. داش که پخته میکنن. برای کسایی که مثلا فشار بلند دارن سنایشان کلان است اون داشی نه؟ از روغنی که داشی بسیار مزه‌دار. خصوصا برای اینا خب اینا در رژیم هستن میبینین شما. نیست در رژیم. از خاطر. خب هر صورت. خب خوب لذت بردین؟ بسیار. دوستای مثلا اینجا پیام برای تمام افغانا کسایی که در نزدیک و دور هستن برشان بدین که چی کنن. اگر زیبا بود گشنه شدن چی کنن، اگر تشنه شدن چی کنن. بیاین زنگ بزنن دکان مزار چی است؟ نه دیگه که آمدن زنگ نزنن، از خانه زنگ بزنن دیگه. از خانه زنگ بزنن بیاین پیکاپش کنن یا دلیوری هم میکنن. دلیوری هم میکنن خوبتر آسان‌تر ها. و یک چیز دیگه سن سال خانم رو میگه پرسان که اگر پرسان میکنیم که چند سال هستین، اگر سالگیریتان میگرفتین شما هر کدامتون سالگیریتان شوخینه ننو خوشوره دعوت میکردین اینجا خب گپ چیز نه ننو رو میخوای میگی چی حالا خوارک چی پخته کرده بود چی جور کرد بسیار میباشه. خب خداوند نگاهشان کنم. چیز ضرورت شد او را کمی آمد میمان آمد زنگ بزنین و غذا. من فکر میکنم گپ سر غذا بود. غذا بخواین انواع و اقسام هر چیز و دیگه کترینگ هم یاد دارن. یعنی سالگیریتان بود پیشتر گفتم چی میگن شوخینه خیشخوری میمانی پایوازی اونو خلاص زنگ بزنید براتون دارن. کترینگ هم دارن. چند نفر از 100 نفر فکر میکنم پایین باشه. خب از 100 نفر پایین. پس اونا با زیاد جور میشه دیگه. بخیر. اوستا بخیر شروع کردن زیادتر شده میره بخیر. شما مجرد هستید متأهل؟ من متأهل و 2 اولاد دارم. راست میگین هیچ فهمیدن میشه دخترکش 14 ساله است. خوب
نه دختره که 7 ساله و بچه‌م 2 ساله. خب بسیار خوب. بخیر بچه. شوهرم هم اونجا شده. خب بسیار خوب بسیار خوب. سلام خدمت شوهرتون. لطم نکنه حالا. دیگه چی است؟ مقصد یک گپ دیگه است. از این بابات برش زنگ بزن از اینجا نان بخور. بله. مزید داد والا نان. خوش است که در خانه غذا پخته کنه برات یا اینجا برات؟ از اینجا فرمایش بده. همیشه شکایت میکنه یک چیز نو یاد بگی. نه پاستا خوب است. پاستا خوب است برای سحر بسیار پاستا خوب است اما قابلی که نباشه. پاستا را که برای من مفت همتن نمیخورم. خب ذائقه مختلف از اینا پاستا خود ممتازی و بعد اینا رو میفهمین چی بعد از اینکه پاستا نمیخوره در خانهشون قابلی کباب دیگه چی داره منتو آشر بولانی ماهی هم دارن اینا فش کلاپاچه اینا ندارن کلاپاچه هم دارن تا بالا من نگفتیم والا کلاپاچه اینی چیزا دیگه پاستا دیگه سر پاستا چلیپا پاستا بله یعنی چای سبز هم اومد نور جان چای سبز آمد دوستان چای سبز آمد اون طرف هم شیرینی باب است میریم شیرینی باب هم یک تصویرک براتون میگیریم از شما یک جان تشکر که گپ زدین همگیتون خوش و آرام باشین ان شاء الله برای دوستان میگیم که هر کسی که میخواد که غذای مزه‌دار در فضای افغانی را تجربه کنه بیاین نوشته کنین مزار پیزا اند کباب هاوس یا مزار پیتزا کباب هاوس نوشته کنن این اینجا میان یک فضاگه که افغانی مزه‌دار میچینن نانک خود فرمایش میتن دیزرت هم براشون میاره دیزرت چی میگن به افغانی شیرینی بعد از غذا شیرینی بعد از غذا شیرینی پیش از غذا شیرینی وسط غذا هر نوع و اقسامی که دلتان باشه هم قسم است و غذای بسیار مزه‌دار کباب نه دیگه فضای افغانی غذای افغانی کلش از کلاپاچه رو من خبر نبودم این ایران گفتن خلاص سلامت باشین یک جان تشکر وقتتون خوش سلامت باشین چیزای نو که گفتیم در اینجا آوردین چیزای نو چی بود بله در اونجا که بود سیار جان ما داشتیم تنها پیزا داشتیم بولانی داشتیم چپلی کباب داشتیم چیکن وینگز داشتیم ماهی داشتیم در اینجا که از قابلی رو زیاد کردیم انواع و اقسام کباب ها رو زیاد کردیم که 4-5 رقم کباب است اینا نوست اینجا دیگه چیز است یک چیز دیگه هم است که به حسابی ما اینجا ماهی سلمان به حسابی کباب میکنیم سلمان او را اکثر خوش داره او را در اینجا ما کباب میکنیم سر می گریل به حسابی ناگفته نمانه که تا آخر این سال که به حسابی دسامبر میشه تا 31 دسامبر ما 20% اسپیشال آف داریم نه تا آخر سال هر چیزی که هموطنای ما بخرن 20% هم آف است دوستا میمانی رو به خلاصی است ما دم پشت داشت خدا گرفتیم که هم پشت ما تو کار شوه و در پلوی از او امرای شما خداحافظی کنیم تشکر از کل دوستا که آمدن زحمت کشیدن و در بین کستمرای که نو بوده ایریا ما آمدن امروز بسیار زیاد آمدن بد نبود بازم از کل هموطنای ما که ما را میبینن تشکر یک جان که لایک میکنن و تشویق میکنن ما را ناگفته نمونه یک چیز دیگه هم سیار جان که ما کسی که فامیلی بیا اینجا باز ما در چیزش در نظر گرفتیم چای و گپام برشان یعنی یک پروموشن داریم بله یکان دیزوردم برای یکان فامیلا میتیم کسایی که فامیلا چند نفر باشن یعنی 4 نفر باشه اضافه باشن اضافه تر از 4 نفر کسایی که باشه اینا دیزرت چای و دیگه چای سوپ این سوپ هر کدامش که تیار بود یا از طرف از اینا بر شما فری بله یک جان تشکر از خودتم سیار جان زحمت کشیدی سلامت باشید وظیفه ماست سابقا ما آمدی دکان ما تشکر یک جان دکان ان شاء الله که کارا نتیجه بده بخیر دوستا شما هم دست به دست یکی دیگه بتین شیر کنین تا که دو زوج موفق کسی که دور از کشور خدمت میکنه برای افغانای خود یک جای کار برای حداقل برای خود و برای دوستا جور کرده امی تشویق شوه تشکر سلامت از شما تشکر از شما تشکر یک جان سیار جان مقصد دستپخت در دویتان بسیار زیاد مزه‌دار است تشکر سلامت باشید تشکر سیار جان همین که میهمانا خوش بود ما دیگه زیاد میهمانا خوش بودن هم خانما هم آقایان کلشون هم مزه‌دار بود بسیار زیاد واقعا مزه‌دار هم بود راستی من چیزایی را که چشیدم کلش مزه‌دار بود از شما تشکر میریم ما و شما خیلی بسیار بی‌مبارک است در پشت سر شوخی میکنن اینجا بچه‌ها ما میریم در بیرون ما و شما دیگه گپا را باز در اونجا در پیش لوا میزنیم
که با لوارم صحیح ببینین. ام آدرس یار مام بخونم که کدام اشتباه باز بستوده. کینگستون که گفتم براتون که کینگستون پیکرینگ و کینگستون اودگا فرق میکنه. بازم تشکر. روز شب خوش داشته باشین. ان شاء الله در کارات موفق باشین. صاحب بیلدینگ ها شوید. تشکر. سلامت باشین. خوش آمدید. صاحب بیلدینگ ها شوید. لطف میکنم. کل ما شما تشکر. سلامت باشین. هم یک بیلدینگ هم باشه بس. اون چک چک به صدا ما پشت سر کردن در ما شما. سلامت باشین. وقت خوش. شبتون خوش. خداحافظ. تشکر. خداحافظ. بریم تا دان دروازه ما شما. این دوستای معرفی مزار پیتزا اند کباب هاوس برای شما. این پوکارام که ببینین ایام از روز افتتاحیه از این رستوران است دیگه. بیاین اینجا لذت ببرین. اگه میخواین که فقط افغانستان گفتید نه بیاین. قابلی هم اینجا، مزار هم اینجا، کباب هم اینجا، پیتزا هم اینجا، شوروا هم اینجا، کلا پاچه هم اینجا دیگه. هر چیزی که کار دارین کلش اینجا. هیچ حاجت از این نیست شما جگر خودی کنین یا اعصابتون خراب کنین. بیاین اینجا از غذا و طعم افغانی لذت ببرین و کیف کنین. تشکر دوستا. شبتون خوش. تا برنامه بعدی برنامه رو سابسکرایب کنین، شیر کنین و دوستایتون که همگی ببینن و آدرس پیدا کنن. دیگه سلامت باشین. تا برنامه بعدی. الله حافظ و ناصرتون. خوش و خوشبخت و آرام باشین.